بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند روز از عزراییل علیه السلام پرسید: آیا تا به حال در وقت جانی کسی را گرفتن گریه کرده ای؟ عزراییل جواب داد: یک بار خندیدم، یک بار گریه کرده ام و یک بار دیگر ترسیده ام. خندم زمانی بود که با امر تو مرد را باید جانش را می ستانیدم و او را نزد دکان کفش دوزی پیدا کردم که آن مرد به کفش دوز می گفت که کفشم را به گونه بدوز که 1 سال رود، و من به حالش خندیدم و جانش را با امر تو قبض کردم. گریه‌ام زمانی بود که به من دستور دادی تا جان زن را گیرم که در بیابان و تفسان و به آب و درخت بود و هم در حالت زایمان، و بعد زایمانی آن زن جانش را قبض نمودم و به حال طفلک نوزاد گریه کردم. ترسم زمانی بود که جان مرد فقیه و عالم را باید می ستانیدم و هرچند به منزلش نزدیک می شدم نورش بیشتر می گشت، و زمانی که جانش را گرفتم از درخشش چهره اش ترسیدم و وحشت زده گشتم. در این هنگام خداوند به عزراییل عرض کرد: ای عزراییل، میدانی که آن عالم نورانی کی بود؟ او همان نوزاده هست که جان مادرش را در صحرای تفسان گرفته بودی و آن نوزاد تنها در صحرا مانده بود. من مسئولیت آن طفل نوزاد را به عهده داشتم. ای عزراییل، هرگز گمان نکن که به وجود من موجود در این عالم بی سرپناه بماند.